چی کسی از خودت بگو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت مرا به این لات و هبل قسم نده، من به این باور ندارم. اهل مکه همش به این لات و هبل دو بتی کنون بودن باور داشتن و به این قسم میخوردند. وقتی که از این میخواست بسنجد که در حقیقت این همون پیغمبری که در کتابها، در انجیل، در کتاب حضرت عیسی علیه السلام خبر داده بود، یأتی من بعد اسمه احمد، بعد من ای امت من، حضرت عیسی میگفت پیغمبری می آید نامش احمد است. این که در کتاب خوانده بود میخواست از او این چیز را بفهمد و او به لات و عزا که لات و منات که قسم داد قسم نخورد. گفت نشانه هاش به خود میگفت آهسته آهسته برآمده ایستاده است. میسره را میگفت این را احتیاط کن که نبی آخر الزمان همین کس میشود، من این را در کتاب ها دیدگی هستم میگفت. میسره هم خیلی از اخلاق پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در تعجب میمان. در سودا وقتی که داد و گریخت میشه چقدر برکت میشد. فایده زیاده با همراهی میسره کردن و بازگشتن. کاروان می آمد، باز همون دو ملائکه یا ابر پاره ها می آمدن بالای سر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را سایبان می کردن و به طرف مکه مکرمه نزدیک می شدن. میسره می خواست تیزتر از قانون رفته به خدیجه این واقعه را خبر کند که چی واقعه های عجیبی دیده است. به کاروان گفت من تیزتر رفته خبر کنم که کاروان آمده ایستاده است. در این کاروان تاجران زیاد رفته بودند و تمام اهل مکه منتظر این تاجران بودند که مال زیادی با از اون طرف خرید و فروش میکردن میآوردن. به همین خاطر همه برآمده منتظر این کاروان میشدند و همه کاروانیان، تاجران، سوداگران، خرسندی کنان که با اهل و اولاد خود روپرو میشوند، زنها منتظر هستند، فرزندها منتظر هستند، خرسند بودند. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بار دیگر که مدینه رفته بودند در وقت خردسالیشان، در 6 سالگیشان، وقتی از با مدینه باز میگشتند در ابوا گفتنی جا مادرشان بیمار شد و در اون بیماری از دنیا گذشت و در همون ابوا آمینه اینه که مادر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دفن کردن و پیغمبر در 6 سالگی از کاروانی که از طرف مدینه می آمد و مردم به طرف کاروان برآمدن پیشواز می گرفتن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی نبود که پیشواز می گرفت، چون که مادر بود از دنیا گذشته بود، پدر بود از دنیا گذشته بود. رسول الله این واقعه را باز در یادش می آورد. میگه کارانیون خرسند، همه شادی کرده ایستادند، به مکه نزدیک شدند، آدم ها پیشواز برآمدند. پیشواز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی نبود، چون که یتیم بود. وقتی که آمدن میسره آمد پیش خدیجه، کارون نرسیده، گفت خدیجه برای تو خوشخبر، این شخص عادی نبوده است. عجیب واقعه های من در این سفر دیدم. از بین تمام کارانیان 2 ملائکه آمده این محمد را سایبانی میکرد و در اون جماع رفتیم یک راهب با تمامی باوری قسم خورده که نبی آخر زمان همین است، احتیاطش کنیده. شوق و رغبت در دل خدیجه دیگر جوش میزد، تستر بیاید محمد را من بینم. فایده دیگر فراموش شده بود. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، خانه خدیجه در آمد، پول و مال و فایده را در پیشش ماند و خوش آمدیش گفت خدیجه رضی الله عنها. خدیجه 40 ساله، محمد صلی الله علیه وسلم 25 ساله. در دل این بود که چگونه این پیغمبر آخر زمان، این انسان تاریخی نصیبی من میشده باشد. از خود فکر میکرد. ابن هشام میگه از خود فکر میکرد
من 40 ساله 2 بار شوهر دیدگی هستم. این جوان زیبا با عقل پاک همه دوستش می‌دارند. چگونه من این را به همسر شدن خود دعوت کنم؟ در فکر فرو میرفت. پیغمبر آمد در خانه‌اش در آمد و از اون میپرسید این قدر فایده کرده؟ میسره میگفت این قدر فایده شد. به اونها نظر نمیکرد، چشمش بود در روی ماهتاب تابان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پیغمبر گشتند و رفتند خانه‌شان، خانه ابو طالب، و خدیجه رضی الله عنها در این فکر فرو رفته بود و گفتار پیغمبر را فکر میکرده، حسن او را، از خبرهایی که میسره برای او گفته بود که چگونه انسان است، واقعهای شدگی را در فکرش میگذرانیده. در این زمان بود که خدیجه رضی الله عنها دوگانه داشت به نام نفیسه. آمد در را زد، در آمد دید خدیجه پریشان